بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو ستړي ماشي، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې تاسو به روغ جوړه او د روژې دغه شپه یې ورځ به په تاسو په خیر تېرېږي. درنو لیدونکو راغلي یو لکه څنګه چې په تصویر کې معلومیږي فوارې آب یا د اوبو هغه د شرشرې څلور لارې ته راغلي یو. دلته به د هیوادوالو سره د دوی د روژه ماتي او همدارنګه د دوی د کاروبار په اړه خبرې اترې کوو، ځکه چې دوی څومره تیاری روژه ماتي ته نیولی دی. په همدې تړاو ورسره خبرې کوو. له موږ سره اوسئ. السلام علیکم حاجی جان، بخیر خوب هستی؟ بخیر هستی؟ طرف کمره سعی کنی. نام مبارک شما؟ فرهاد. فرهاد جان، چطور است؟ آمادگی گرفتی به افطاری؟ ها میشه شکر است دیگه، آمادگی گرفتیم دیگه. بریم برادرای روز افطار است دیگه، خانه میبرن بعضیا میخورن دیگه. اینجا ما در خدمتشان هستیم. به شک، یعنی هم ثواب هم خرما. بله 100%. فایده شما کردین، نه هم برش بلانی پخته میکنی هم ثواب میگیری هم فایده میگیری. بله 100%. چطور است باز روزانه چند تا بلانی تیار میشه فروخته میشه؟ روزانه دیگه از ساعت 10 الی 11 بجه میایم تا ساعت 6 و نیم 6 همیشه میادر میباشیم دیگه. فایده و قدر نیست، کاروبار کم است چرا که مردم روزه دارن. ماه مبارک رمضان است. چطور است باز در روزه تشنه میشی گشنه میشی چطور؟ حالا فعلا هوا سرد، نه تاثیرات گشنگی است نه تاثیرات تشنگی است. هیچ کدام مشکل نیست، هوا معتدل است. اما تو نرمال هستیم همه ما. بله اما تو به ذوق و شوق بله روزه میگیری. 100%. ماه مبارک رمضان است چرا که برکت از خداوند نگام دید ما برای ماه پر برکت نگام میادر قدرت میته شیما میته که روزه را بگیریم به خاطر از این. قدرمن لیدونکو، رښتیا هم د روژې برکاتی بولانی آماده است بخیره؟ بله آماده است بخیره. 20 دقیقه نیم ساعت وقت ما مانده دیگه در کم 6 وقت آذان است. بله به شک به شک. قدرمن لیدونکو، څو تصویرونه د دغو ښکلو او مزهدار تر اوسه هم خوړلي نه دي، خو خیر معلومیږي چې مزهداره به وي. د دغو څو ښکلي تصویرونه وګورئ د پیرکیو. السلام علیکم، خوب هستی؟ بخیر. چرا قار هستی؟ ما خدا نکنه تو ناشی قار شوی ها؟ نه خوب هستی؟ بخیر هستی؟ سلامت. نام زیبای شما؟ ندیم. اگه ایره بگوین که باز فروش شما در وقت افطاری زیاد میشه بخیر؟ در وقت افطار خوب است، هر کس هر چیز میخره به خاطر که روزه خود آواز میکنه. دیگه همون ساعت کار میباشم 1 ساعت داری. ماشاءالله خوب تر تازه هستی. انشالله هیچ روزه سر تاثیر نکرده. نه دیگه نمیفهم آدم والا. من خب بیخی نمیفهم روزه را. به شک والا همین برکات روزه است که آدم نمیفهمه سر روزه. والا همه طور. باز تراویح میری به خیر از اینجا که بریم؟ از اینجا که برم دیگه به خیر خانه تراویح نماز. بسیار خوبه. قدرمن لیدونکو، ارزو همداسې همدې طرف ته ځو نو د هیوادوالو سره په همدې تړاو ښه دلته یو حاجي بابا مصروف دی د روژې د تیاري په مخه. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جور شد خوب است. مزاحمت شدم ها؟ نه گپ نیست. خار نشوی. نام شما؟ مجید. حاجی با اینا بگوین که برای افطار تیار میکنی بخیر؟ بله با افطار حال دیگه بازار شروع میشه. نه هر کس 10 روپا و 20 روپا و 30 روپا میبره داخل. بسیار خوب. باز چطور این خاص برای افطاری است؟ خاص برای افطاری است تقریبا. باز چطور است؟ مردم میره خوش میکنه، سمبوسه را خوش میکنه چطور؟ ولی هر کس طبیعتش که یگان میای زیرا میبره، یگان تا مرچ میبره خاصه، یگان تا یک چیز، یگان تا طبیعت است دیگه. خودت باز با کدام خوش میکنی؟ خودم اینی را خوش دارم. پیازی پیازی خوبش است. بسیار خوب بسیار خوبه. چی است باز تا چند بجه اینجا میباشی؟ افطار ما میجه است. افطار تا میجه است. خوب. باز ایرا چی رقم تیار میکنی چیپسا؟ این خود دیگه میری کدام؟ ده سطل. یه آرتش است. آرتی نخود است در مایده است دیگه یک ذره مساله است. تو که نسوزه، تو باش که نسوزه. ایرا نسوزه که باز تاوانی نشوی. تاوانی نشی بازش. به شک. دمیجا که کار میکنی چی زیاد برات لذت بخش است؟
اینجا این نمیده که شکر از 1000 بار که وصیتم جور است نمیده بیاد یک کار یک جاری یک مزدوری هم میبره وصیتم جور است خاط یک لذت داره که خیلی کلان است ما بختیوار هستی نه؟ آره. برای ما هم باز افطاری یک دعا که 1000 دفعه چیزی خدمت هست با ما؟ جور باشه شکران شاکرین جوړ کړه مونږ ستا د نعمتونو د شکران شاکرین جوړ کړه مونږ ستا په بندګۍ کې مستغرق په هر یو ان کړه غفور الرحیم ذات رحم عفو وړه عصیان کړه اخر زمان سلام علیکم خوب هستی؟ بخیر هستی؟ طبیعتت خوب است؟ بخیر است؟ مزاحم شدم نام زیبای شما؟ بله نام اشمت جان. اشمت جان ایره بگه که خرما را میخری بخیره؟ بله جان. خوب بسیار خوب و افطاریم نزدیک است چطور بود؟ امروز روزه چطور بود؟ روزه خوب است دیگه تیر میشه خوب است مشکل نداره. خوب الحمدلله توش نمیشی گوش نمیشی چطور؟ نه گوش نمیشیم نه توش نه روزا تیر میشه کارام از کاربار میریم در مصرفیات تیر میشه هیچ مشکل نداره. این مصروف باشی باز روزم خوب تیر میشه. خوب تیر میشه. بسیار خوب. خرما خانه نزدیک است یا دور است که خرما میبری؟ نزدیک چاره سابقه تایمانی است مقدور نیست. خوب باز افطاری بخیر میرسونی تا خانه یا اینجا میکنی؟ نه حرکت میکنیم ولی میرسیم موتور پیدا میشه. برو خرمای تو بگیری که ناوقت نشه واسه چی خدمت باشه. میمونه ما میشه که ما افطار کنیم. تشکر. شما خوب هستین؟ تو باش که شما خفه نشین که همراه ما خوب هستی بخیر. نام شما؟ محمد نبی. محمد نبی جان چطور است خرما قیمتای خرما چطور است؟ والا خوبه لالا جان دیگه نسبتا از دیگه سالا کرد خوبه نسبتا. خوب بسیار خوبه. باز چطور است مردم در این وقتا در روزه خود زیاد میگیره خرما؟ خوب است ها نمی یک دو روز اول نظر بازار خوبه دیگه باز بعد از اون نظر بازار کم شده رفت شکرگزار هستیم الحمدلله. شکر. با میلالا چی بته؟ خرما بته ما میریم اون طرف چی خدمت باشه به ما؟ خیر ببینید. بگیری برای افطار. خیر ببینید. درنو لیدون کو ریحکیا هم د روزې برکات دي چې نه سړی تږی کیږي نه وږی کیږي او هغه هم یو ډول طاقت خدای پاک انسان ته ورکوي. غفور الرحیم ذات رحم عفو وړه عصیان کړه. سلام علیکم. خوب هستی بخیر هستی؟ خوب مزاحم شدیم ها؟ ملایم هستی لالا جان وقت افطار است میگه دوست یک جای بیاره در روز افطار مثل چه رقم است علیکم بسلام بسیار الله خوش می باشه تو دوست هستی اومدی ما خدمتت میکنیم کم ذره دور بخو کمی تصویرت زیبا بیه. چطور بود امروز روزه چطور بود؟ الله را شکرگزار چیزی که جانب الله میه شکرانگی الله را میکشیم لالا چپ از کفریتش به هر حال شکر الحمدلله. ایرا بگو که هموطنا را که میبینی از ذهن شما چقدر برش خوش میشه که اینجا مصروف کارا است؟ اقا خوش میشم تا با کدام اندازه خب مگم در ضمن خوشحالی و مامق خفه میباشم هیچ پرسانه. اینا بگن که چطور فروش میوه چطور؟ خدا رو شکرگزار لالا این یک بسیار بلند است. یک کیلو 150 را به زور کس نمیرسه. سیب هم چنان مالته هم چنان کینو هر چیز میوه بسیار زیاد قیمت است والا. باز افطاری را میجا میکنی؟ افطاری را میجا میکنیم لالا. باز تا چند بجه اینجا میباشی؟ هم افطار را میکنیم دیگه میریم. تا افطاری خلاص میشه یا نه؟ نه لالا جان میمونه والا. برای صبح خوب. باز چطور است در اینجا افطاری چیز پیدا میشه بگیری بخوری؟ اوش هتل است بیاره هر چیز که تا به دلت باشه میارم برات. خیر ببینی که با خود به شما پیدا شود. ما خیلی یک جای یک روز یک جای میباشیم یک روز دیگه جای میباشیم. روز باش میشه بیادر. خداوند اجر بده. مونږ ستا د نعمتونو د شکران شاکرین جوړ کړه مونږ ستا تشکر. خیر ببینی. نام زیبای شما؟ رومل. رومل جان چطور بود روزه سر تاثیر کرده یا نه؟ والا روزه ویروس سیمش خوب صحیح تاثیر کرده والا. چی میگی؟ گوشنه هستی تشنه هستی چطور؟ تشنه هستم خیلی زیاد تشنه هستم. اینا بگوین که باز در افطاری زیاد چی را خوش داری که بخوری؟ نه دفتری بولانی. بازی بولانی در بازار پیدا میکنی یا در خانه؟ بولانی دست مادرم. دست مادر خو میگه زیر پای مادر که جنت است خو دستش حتما بهشت است. برای مادر چی پیام داری؟
بس برای مادرها پیام خاصی ندارم، فقط همه مادر افغانستان را از امرای دور دوست داشتم میبوسم. فقط از جوانا خواهش میکنم، بعض جوانا هستن که که قدر مادر و قدر پدر مادر را نمیفهمن. وقتی که خدای نخواسته نباشن باز وقت قدرشان میانه. اما خوب است که پیش از پیش قدرشان رو بدانیم، احترامشان کنیم. چیزی که وظیفه ماست، وظیفه یک بچه می باشه، وظیفه یک پسر می باشه، باید ادا کنیم. خانه نزدیک است، دور است، میرسی افطاریانی؟ خیرخانه است، خیرخانه است. این دو تا بیادرگاهی است، میریم میرا شاید افطار کنیم. خب اگر مهمان ما میشوی در خدمت هستیم. ما در خدمت از خداوند اجر بده. خوش شدید. خداحافظ شما. تشکر. سلام علیکم حاجی صاحب. خوب خستی بخیر خستی؟ الحمدلله. چطور است حاجی صاحب؟ شکر است والا. نام زیبایی؟ عبدالشکور، یک تن از کراجانان شهر کابل. بسیار خوب. چطور بود روزه؟ چطور بود امروز؟ روزه خب خدا که دی روزه ما خوش هستیم. باز یک مدت وقت اونجا بودیم، تقریبا یک 10 سال 12 سال اونجا تیر کردیم. بعد از او باز دیگه آمدیم، پس اینه میگه کار میکنی. همین جای شکر است که همین یک لقمه حلال پیدا میکنی. با خدا هزار بار شکر است. هزار بار شکر. به افطار چند دقیقه مانده؟ از ما نکردیم. 10 دقیقه مانده. به افطار مقصد بسیار گشنام نشدیم. همون پیشتر که برات گفتم مگه دیگه کدام گپ نیست. شکر که جور سعادت است. یک چی بده آغوش بده که ابی لبخندت بخیر باشه. وقت خوش. چه خدمت باشه. چه خدمت باشه. بگیره براتون امروز بر افطارتون بگیره. خداوند اجر بده. خیر ببینید. طرف ما برای شما. خیر ببینید. امی که خداوند اجر بده. ما پیسه نمیگیرم. خب نه 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 نه. تقسیم کنه. امیر اردیتون افطار. توانی نشی. نه همیشه توان سر باشه. خداوند اجر بده. دیره من نه. داده هوادوال مینه ده. بدو سپینگی را دلته کار کوي وال مړی حلال رزق پیدا کوي. غفور الرحیم ذات رحم عفو عصیان کړه غفور الرحیم ذات رحم. حاجی صاحب سلام علیکم. ببیننده خدا معرفی کن. و علیکم سلام. ما از ولایت فاریاب هستیم، ولسوالی قیصر. نام زیبای شما؟ نام ما مراد خان است. بله. حاجی صاحب چرا امرای برادر چی دکرای جور نامد یا قیمت گفتن کرا ما 2.5 ساعت رفتیم، اینا 4 ساعت گفتم ما خاصیت میتم میگن نه نمیشه، ما روزه میگه بیروار داره. ما روزگی باید انصاف داشته باشیم. بسیار خوب. اینا بگه حاجی صاحب محترم که در این وقت طرف مزار خب ما وظیفه دار هستیم، دکاندار هستیم. خب صبح منطقه ما بازارش هست، پنجشنبه ان شاء الله عید بازار است، خودم بازاری دارم. دا اونجا خدا برسونم دیگه بخیر ان شاء الله. خاص خدا باشه. اینجا با چی خاطر آمده؟ پشت خرید، پشت مال. بله. باز چطور بود مال خریدی بخیر؟ الحمدلله خرید مال. تا چند خریدی بخیر؟ اینا پیسه را نمیگی که خب علیکم سلام. خریدیم دیگه، هر رقم خریدیم، پس پیش مردانه زنانه خریدیم دیگه. خوب بسیار خوب کردی. حالا من میگم که شما مسافر هستین، ما در پشتو میگیم ما کربه میشیم، امرای ما افطاری کو. تشکر، خیر ببینید. به خدا. خانه خود ماست. هیچ مشکل نیست. فرصت بخیر ان شاء الله. آدم خوب است ان شاء الله، در فرصت باز برابر میاد. میگه کوبا نمیرسه، آدم به آدم میرسه. میگه شما کجا بودید، ما در کجا بودیم. به شک. کدام پیام داری کامرا در خدمت؟ تشکر، خیر ببینید. پیام آرامی رو میخوایم، صلح آرامی رو میخوایم. رحیم ذات رحم عفو عصیان کړه. قدرمن لیدونکو حاجی صاحب مو ولیدو ډیر خوشاله دی. خوشاله ما ته خوند راکړ. حاجی صاحب ستړی مشي. جوړ په خیر. جوړ خیرات بخیر. ماشاءالله خوشاله وي دلری نه می ولیدلې. دلیل به څه ویا؟ دلیل خو یو روزه ده او بل ډېره ښایسته میاشت ده او بل مچ تاسو ولیده ډېر ښایسته دغه باندې بس خپله دنده مخکې وړئ. دا راته وایي چې روژې سره څنګه ښه سور کې کسور کې ښه مزه کې هوا یخه ده بس نیت تدله شته نولګه شته خرڅ برابر دی. د کوم ولایت یې؟ د ننګرهار. ننګرهار بیا د کوم ځای؟ اچین ولسوالۍ. همیشه بهار یې. دا راته ووایه حاجي صاحب محترم چې څنګه و نن کاروبار څنګه؟ نن ښه بس ښه سور کې و، ښه به دند سور به برابر و. نن د لکه چې جیب ډک کړی ده. بس روژه مات ته څومره چمتووالی نیولی؟ یاره ورته نیولی هم نه دی خو ورته نیسو یا تر اوسه یې نه دی نیولی؟ هغه انډیوال کې وتلی. څه شی به تصمیم ونیو چې شی وخورئ؟ نو چې هر شی مخې ته راغی هغه به خورو. هر چی که پیش آمد خوش آمد. ډېره مننه. څه خدمت وي موږ ته؟ بس که روژه ماتې ولرې دا عمل شه.
په ایمان کړه غفور الرحیم ذات را معاف واړه عصیان کړه غفور الرحیم ذات را معاف واړه. چطور بود روزه امروز؟ چطور بود؟ خوب گذشت فلا. نام زیبای شما؟ پرویز. آقای محترم از کجا آمدی بخیر؟ ما از فیصل آباد آمدیم. ما اینجا یک کم کار داشتیم مترپول مارکت یک پیش نفر. می آمدیم به خاطر افطاری ها همین هر سال کدیما کمک می‌کردیم. سال رقم ناوقت شد دیگه تا آمدیم دل نازل گفتم. یا حاجی صاحب افطاری کنیم در اونجا. با خدا مهمان ما شو. بخشش باشه از باسکت تاشیدی. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خداوند اجر بده. خیر ببینید. خدا این راپور ملی است افطاری ها. تشکر خیر خداوند اجر بده. برو خداحافظ. نعمتونو د شکران شاکرین جوړ کړه. خوب خستی لالا. سلام علیکم. خوب است بخیر است. را خلاص کردی ها؟ جانا چطور بودیم روزه؟ شکر خوب است، تیر شد بخیر تیر شد. گذشت ها؟ جانا وسایل کار همراهت هست بخیر کار کردی ها؟ کار کردم. چطور بود امروز کار چطور بود؟ شکر والا خوب است. ماه مبارک رمضان دای وقت کارش خوب است. ایرا بگو که کار کردی، زحمت کشیدی، رنگ مالی کردی، گشنه شدی یا گشنه؟ والا هیچ کدامش نشدم. در کار نه تشنه شدم نه گشنه. باز بیکار که باشم هم تشنه میشم هم گشنه. باز هر روز افطاری در اینجا میکنی یا نه امروز؟ برورگیز باز وقت در خانه میرسم خدا. حال که یک جای کار کردم، کار حالت خلاصی بود، باش به صبا نمونه او رو خلاص کردم، دیدم که بیادر نهار در سر زمینی رسیدیم شام شد. بولانی رو نوشی جان کردی؟ نوشک جان خودتم. بسیار خوب. اینو بگو که امیر رمضان چی رقم میگذره در این وطن خود که کار میکنی، زحمت میکشی، یک لقمه حلال به دست میاری، چطور است؟ در حالت شکر. آدم که پشت کار بگرده والا کار است. این رنگ مال است، من بار والا کار دارم هم زمستان. چون که پشت کار میگردم. اگه پشت کار نگردی کار نیست دیگه. قرار در خانه بشی گو کار نیست دیگه. آدم که پشت کار باشه کار خودش پشتش میده وا. جانا اگه بودرت کار ایلا کردی کارم را ایلا میکنه. هم خور میشی هم ذلیل میشی هم دست بر مردم دراز میشه. بسیاری توجی را میبینی. چند دقیقه بعد خانه میرسی از اینجا که حرکت کنی؟ از اینجا ان شاء الله نیم ساعت بعد خانه میرسم. خانه‌تون کجاست؟ خانه دالمان دیداناست. دالمان دیدانا بسیار خوب. کدام خدمت به ما است؟ زنده و سلامت باشی. کدام پیام داری؟ خیر ببینی زنده باشی. روزی خوش. تشکر. خیر ببینی. تشکر. مانا د خاتمه مو په ایمان کړه غفور الرحیم ذات را معاف واړه عصیان. خوب خستی؟ شکر فضل خدا. جور است طرف. نام زیبای چی بود؟ یما جان. چای در دستت ها؟ چای میخوره، کینو در پیش روی. چطور بود امروز روزه؟ چطور بود؟ شکر خوب روزه بود دیگه. ما پر برکت است دیگه. مهمان پروردگار هستیم. ما بسیار خوب ماست، خوب روز است. میایم دیگه از صبحکی را میایم از پیش ما امروز خوب تیر شو و مردم از پیش ما به جان راضی باشه، ناراضی نباشه. میوه خوبش بار میکنه میتیمشان، میگم بیادرای ما کلش مسلمان هستن، روزه‌بدان هستن. یک چیز خوبش بتیمشان که به جان اگر که یا کلش روزه‌بدان هستن، مهمان پروردگار هستن که از پیش ما راضی باشد روزه. چی یک گپ کلانی زدی؟ چی یک گپی خوب زدی؟ چی ما نه یوتسوک راضی وی ترسوی و خمی واور کوچه الله پاک ملمانه دیده. گپی است که امی که مهمان خدا هستیم، باز از هر چیز خلاص هستیم. خداوند برابرش میکنه. صدقه پروردگارشم. اگر در این کار روزمروزه بگویی که بگویی خرج خانه رو پیدا کنه میتونی، پروردگار جیزگر است که میرسونه بخش ما. 200 300 400 تا که میده را کدیم کل چیزا مختلفی کده گوشت کده پلاو کده نان و چای کده کل چیز اشکم گوش نگیرم تا قداری به جان اشکم سریرم به شک دمی هر چیز شکر خدا زاهد داشته باشی چیزی که پروردگار مقرر کرده باشه بخشم خود چی کنم کیلو میخوره اینجا خدمت خیر ببینید فقط میگه پای شما برای ما مهم است ما گفتم ما مهم است چرا که به مردم ما و شما را در خنده میره و گپ میره به جان گل ما از پیشتون شکر خوش هستیم. الحمدلله. شما هستین که ما هستیم 100%. آجی سبیر بگوین که یگان مردم است ناشکر است. میگه کار نیست روزگار نیست. از نظر شما چی رقم یک نظر هستی کار شکر خدا است. ما نمیگه کراچی داریم رو 200 پیدا میکنیم 300 پیدا میکنیم 500 پیدا میکنیم تاوان میتیم مزار با شکر میکشیم که جان ما جور است و جان کار ما میشه کلیمی 200 300 500 خدا میچلونیم کار است بدر کسی کار کنه مرد به کار است مرد به کار است زحمت بکش تا که زحمت نکشی تا که ملغمه را جور نکنی دادان کده میتونی
کار از شکر او سابق واره کار نیست خب بازم دمیال شکر بکش که وطن ما آرام شد و جان خدا ما آزاد میگردیم کاروبار است 1000 با شکر میکشیم بعد چیزی که پروردگار مقرر کرده باشه از او بالا کرده نمیتونی. بسیار زیاد ممنون که به ما وقت دادی. یک کدام پیام داری؟ پیام ماست که به جان ما مردم ما و شما آرام باشه همین روزه بخیر تیر کنند هم سر دسترخوانه‌شون فهمیدی غذای خوبش باشه اینو به ما پیام است. بیادر اینمیجا کینو بار کردیم کینو میخوره افطار نکرده چای هر چی میخوره ما در خدمت هستیم. خدا خیر بده تشکر. کینو بخوره بگیره یک تا تشکر. بیادر کینو بخوره تشکر. خیر ببینی این هم از طرف ما از طرف ما خیر ببینی نه خیر ببینی عصيان كرا د قبر لا تيارو او د دوزخ لا عذابونو د قبر لا تيارو او د دوزخ لا عذاب. قدرمن لیدونکو څومره چې د هیوادوال سره خبرې ډېرې که همره هیوادوال ډېري ماشاءالله بس د دوی قانون کې د برکت وي. زمونږ د ملي راپور وخت هم پای ته ورسېدو دا و زمونږ د دې اونۍ ملي راپور چې تاسو ته وړاندې کړ. تر بل ملي راپوره مو په پاک رب سپارم. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.